مثل شروع یک فیلم هالیوودی همه چیز ناگهان تغییر میکنه. فریادهای آتش شروع به بلند شدن میکنن، درست مثل هیولایی که از دل زمین بیرون میاد و به سرعت به سوی شهر پیش میره. در کمتر از چند ساعت شعله‌های آتش به قدری بزرگ میشن که انگار یک تریلر آخرالزمانی از تلویزیون روی زمین نمایش داده میشه. از بالای ساختمان‌های بلند تا خونه‌های ساحلی همه چیز در حال فرو ریختنه. در لس آنجلس ناگهان از دل شب شعله‌های آتش به آسمان میزنند. صدای وزش بادهای مرگبار سانتا آنا با سرعت 160 کیلومتر بر ساعت به گوش میرسه. هیچ کس نمیتونه جلوی این هیولای آتشین رو بگیره. خونه‌ها، خیابون‌ها و حتی تاریخ این شهر همه در حال نابودی هستند. این یک فیلم ترسناک نیست. این واقعیته. آتش‌سوزی پالیسیدس و ایتن به اندازه یک فاجعه جهانی در حال گسترشه. اون هم با بادهای وحشی و خشک که شبیه به نیروهای یک سیاره غول‌پیکر در حال نابودی اون هستند. این آخرالزمان طبیعی در حال تبدیل شدن به یکی از بزرگترین فجایع تاریخ آمریکاست. آتش‌سوزی این روزها لس آنجلس رو به خاکستر تبدیل کرده و از کنترل خارج شده. 36685 هکتار خاک سوخته. بلا به دور باشه، اما اگر بخوایم از لحاظ وسعت نگاه کنیم انگار نصف تهران سوخته باشه. 11 نفر فعلا جان باختن و خیلی ها ناپدیدن. بیش از 13400 ساختمون از بین رفتن، اما این پایان کار نیست. فعلا فقط و فقط 8% از این آتش هولناک مهار شده. این یعنی 92% از آتش هنوز در حال گسترشه. خونه‌ها، کسب و کارها و حتی بناهای تاریخی همه در برابر این هیولای آتشین کم آوردن. بادهای مرگبار سانتا آنا با سرعت 160 کیلومتر بر ساعت شعله‌ها رو همچون طوفانی ویرانگر به این سو و آن سو میکشونه. 180,000 نفر از خونه‌هاشون فرار کردن، 166,000 نفر آماده باشن و 150,000 نفر دیگه هم به اجبار خونه‌ها رو تخلیه کردن. این فاجعه به لحاظ اقتصادی به حدی سنگینه که کارشناسان پیش بینی میکنن خسارت اون به 80 میلیارد دلار برسه. این آتش‌سوزی شاید به بزرگترین فاجعه آتش‌سوزی تاریخ آمریکا تبدیل بشه. طبق گزارش‌ها حدود 10,000 آتش‌نشان از سراسر ایالت‌های آمریکا در تلاش برای مهار آتش هستند. در کنار آتش‌نشانان نیروهای گارد ملی کالیفرنیا هم وارد عمل شدند تا در تخلیه مناطق آسیب دیده و کمک به عملیات امدادی شرکت کنند. و هنوز این پایان کار نیست. شرایط همچنان بحرانیه و پیش‌بینی‌ها نشون میده که امکان وخیم شدن اوضاع وجود داره. و اگر وزش باد ادامه داشته باشه، مقابله با این آتش‌سوزی برای آمریکا به یک جنگ تمام عیار تبدیل خواهد شد.